گرامی، من در ساحل دریای دوشنبه هستم و اینجا بیهوده نآمده‌ام. ما یک ریکارسمن پیدا کردیم در بازی‌های جام اروپا 2024 و اکرم خوجا اکبرов هستند و اون کس روزنامه‌نگار هستند در امید خاور کار میکنند. به همین مقصد من به اینجا اومدم. خوب این لحظات طور میبینید، بله این دریای دوشنبه است، شهر دوشنبه، دریای دوشنبه شهر و در اون گوشه‌ای که حالا شما میبینید کارهای ساختمانی شروع میشوند و اینجا با یکی از محلهای بهترین تاجیکستان خیلی اگر شهر دوشنبه هم خطا نمیکنیم تبدیل خواهد یافت. خوب نهایت حالا اکرم خوجا اینجا اومدن. سلام اکرم خوجا، تشکر که شما با ما هستید و در آزمون پیشگویی از شما توفیق از ما اشتراک میکنید. این نوبت شما ریکارسمن شدید. خب عموما فکرتون درباره این جام چگونه بود و چگونه شما توانستید که از 6 واخوری در 5 تاش جواب درست گویید؟ می‌خواستم تشکر کنم با تشکیل کنندگان و شما رسانه‌ام که بسیار بازی جالب تشکیل کردند. در مورد جام اروپا گفتم می‌خواهم که بازی رو چون از اول نظارت می‌کردم، بازی رو تماشا می‌کردم، بازی رو خیلی بودن، بازی که جالب بود، بازی که دلگرم کننده بود. ولی از بس که مخلص فوتبال که هستیم برای این تشکیل ما خیلی اکثر درست می‌رود. با کدام دست شما مخلصی کردید؟ من اصلا فرانسه مخلصی میکنم از اول، لیکن در فینال با اسپانیا مخلصی میکردیم. خوشبختانه اسپانیا بود. با فوتبال دویم از معلومات‌های دسترس هستید، یعنی کدام فوتبال رو بیشتر دوست می‌دارید؟ اروپایی، آسیایی یا خود؟ البته فوتبال اروپا و بیشتر فوتبال اسپانیا و انگلیس رو تماشا می‌کنم. اصلا من مخلص دسته ریال مادرید هستم. تشکر. از تاجیکستان چی؟ از تاجیکستان استقلال. به هر نفع سیر بود که شما اینقدر جواب‌های صحیح و درست، حتی پیشگوییتون در پنالتی‌های بعدی بازی هم قریب درست برآوردن. تحلیل کردم بازی رو. از وقتی که جام رو از اول تماشا می‌کردم تحلیل کردم، می‌دونستم که بازی فرانسه و پرتغال بدون گل انجام می‌شه، چون که هر دو هم احتیاطکار بازی می‌کنن. بازی انگلیس نیستم، بازی اسپانیا و آلمان هم از این تحلیل. ما میتونیم شما رو به حیث کارشناس با تلویزیون دعوت کنیم؟ نمی‌دونم فرصت شود حتما. خب با اونهایی که شما رو با شما در همون بازیه که شما 5 پیشگویی درست کردید بازی کردن چی میگید؟ اونها در شاید غضب هستن که شما 5 جواب درست گفتید و صاحب توپ شدید و اونها نشدن. چون این یک رویداد ورزشی است، این هیچ جای خشمی، هیچ جای غضبی ندارد، همش خالصانه بود، هیچ جای پنهانکاری هم نیست. میتونن در اومده مشاهده کنن، ببینن، مقایسه کنن، یگان جایی بین ندارد، همش خالصانه حقیقت بود. خب تشکر زیاد. شرکت فرمول 55 است. ما این توپ رو به شما میدیم، حتما با فرزندانتون میرسونید. این توپ یورو است و هرچند ما دم نکردیم به خاطری که آوردن و رساندنش کمی دشواری دارد. به شما موفقیت، با ما باشید، با سرپرست سیوا باشید که همیشه غمخوری ورزش و برنامه‌های ورزشی است. تشکر. خب دوستان گرامی، اکنون آنهایی که در کانال یوتیوبی من ابونه هستند و تماشا میکنند، برای آنها هم آزمون پیشگویی از شما توفیق از ما با سرپرستی فرمول 55 پیشکش میگردد و شما میتوانید که در کجایی که نباشید، در کجای جهان نباشید، در این آزمون اشتراک کنید و اگر جواب‌های اصلا بسیار درست میگیرید پس شما صاحب توپ میشوید، بعدا صاحب پیراهن، صاحب باز این کلاه‌ها، همچنین دیگر تحفه‌هایی که اینجا برای ما پیشکش شده است رایگان به شما داده می شود. اگر شما دور هستید هیچ گپی نیست، میتوانید نماینده خود رو فرستید یا عنوانی خود رو به ما فرستید، ما آن رو به شما دسترس میکنیم. برای همین با ما باشید و اینجا حالا به شما پیشنهاد می شود آن آزمون و شما میتونید جواب‌های خود رو زیر همین نوارهایی که حالا دیدید گذارید. ما باشیم، غالب رو معین میکنیم و تحفه رو با او میرسونیم. با ما باشید. خوب، سلامت و همیشه به بخت و سعادت باشید.